برگرد مرد غرور آفرینم، برگرد ای شکوه سرزمینم، برگرد ای مشعله آزادیم، کجایی؟ این شیری پنشیر نام مادر تاجیک ایرانی را، نام مادر مسلمان را و من نام بزرگ مادر را در جهان بلند برداشت. یعنی با این میگوید که خداوند آنقدر بزرگوار است که چنین مادرانی را آفریده است چون احمدشاه مسعود فرزند به دنیا آوردند. او مردی است که هم در افریقا و امریکا، هم در چین و پاکستان و هندوستان یک رنگ او را آفرین میخوانند و فرزند خود میشمارند. اما با رفتن عامر مسعود آپیمان وقت باوری کامل را سر کردند که با ریختن خونی دریاوار مردم بیچاره، مردم زیایی را شکست ممکن است و بیشرمانه با سرکوب کردن مردم خود، با گلوگیر و نفس تنگ کردن زیایان خود امروز با این عملی ننگینشان سر قدرتند. احمدشاه مسعود در قطار بنیادگذارهای اساسی صلح تاجیکان خدمت شایانی را کرده است. نصیحت‌های او نصیحت‌های بودند که دو طرف به هم زید که در سنگرها با هم دشمنوار می جنگیدند. برگرد مرد غرور آفرینم، برگرد ای شکوه سرزمینم، برگرد ای مشعله آزادیم، کجایی؟ ای کاش می بودی می دیدی حال ما، چی شدان همه شکوه و جلال ما، چی شدان همه شکوه و جلال ما، کجایی؟ همین مردم بگردین شما کلتان جور، سلایتان در دستتان، چی گفت این وطن اگه چیز گرفتن دشمن؟ قسم به پروردگار هر دفعه که میرم بگم پروردگار را 100 دفعه میمردیم، ولی مردم ما را میده جور نمیدیم که نه مردیم، نه کشته شدیم، نه اسیر شدیم. شما را چی شده منطقه را کرد؟ به گوشم آمد از خاک مزاره که در زیر زمین هم میتوان زیست، نفس دارد ولیکن جان ندارد کسی کو بر مراد دیگران زیست، نفس دارد ولیکن جان ندارد کسی کو بر مراد دیگران زیست.